تعلیم و تربیت به شهر پهلوانان و قهرمانان اخلاق و به جمع ما خوش آمدید. میدان همدلی هم نام با مسمایی است، هم به زیبایی اجرا کردن. مشارکت بی‌نظیر مردم، دانش آموزان و همه برای تحول و کیفیت در فضای آموزشی. شما اگه میخواید کیفیت رو ارتقا بدید، اولش اینه که بچه‌های شاداب، با نشاط، با انگیزه، سرحال، سالم و قوی داشته باشید. اینا تو تربیت بدنی در واقع شکل میگیره. اصلا اگه سلامتی وجود نداشته باشه، حرف زدن از بقیه اصلا معنا و مفهوم نداره. آدمی که سالم نیست که نمیتونه درس بخونه. آدمی که سالم نیست که نمیتونه ببخشید تو زندگی، توی اجتماع منشأ خدمت باشه. در هر رده‌ای فرقی نداره. خب الحمدلله با حمایت مقام عالی وزارت و تلاش همه همکاران هم در سطح ستاد و در سطح استانها، طرح میدان همدلی با عنوان کیفیت بخشی با ایجاد فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای و مشارکت مردم در استمرار طرح شهید سردار سلیمانی اجرا شد. ایجاد فضاهای ورزشی کمک میکنه که ما بتونیم درس تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی رو در مدرسه به خوبی اجرا بکنیم. در زمینه ایجاد نشاط، امید، شادابی و سرزندگی، ارتقاء سواد حرکتی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و در یک جمله بخوام عرض بکنم، به تربیت تمام ساحتی دانش آموزان کمک شایانی رو بکنه. از یک سال پیش خاطرم هستش که این پروژه ها رو وزارت آموزش و پرورش علنی کرده و بسیار جلو رفته، پیشرفت بسیار خوبی داشته. خب نمونهش این مجموعه خوبی که ایجاد شده در ظرفیت های مختلف در بخش ورزش. لذا فکر میکنم که در آینده با توجه به اینکه قریب به 17 میلیون ما دانش آموز داریم در سطح کشور و این 17 میلیون دانش آموز باید سرانه ورزشیشون بتونه در تولید ورزشکارامون در آموزش و پرورش سهم خودش رو ایفا بکنه. وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربیت بدنی و سلامت.